خیلی بازم ما در روی سفید ما حرکت میکنیم طبیب قطعی داشتیم یه صورت بشکوتون بودیم طبیب قطعی ما رو بودیستان درگیر خوردن یاد برای سری قبل سعدی سعدی و شیرازی و نامد بس است این خود را در مسجد هوایی ایستگی و گذرگاه نگذارید. مسافران محترمان شما خواهش می‌کنند که جلوی خود را کنار هوایی شهر ادخال نمایید. در صورت عاجزی و نیکومک می‌توانید بر خالدان مراجعه نمایید. برای دقتتان تشکر. راست تهران از دوشنبه به تهران. ببین علی هر یک شهر زیبایی خود شده. بله من تماشا میکنم با چیزی که آدم نو میبینه زیبایی شهر با اینجا تهران کدام شهر شد تهران اینجا شاهد شهر یکی از شهرهای حاشیه تهران سمت شهریاره و جا مونده یعنی ان شاءالله این روزا تو رو جایی میبرم در روز رنگ به رنگ شهر به شهر رقم به رقم تغییرات عجیبی ببینیم و لذت ببریم ان شاءالله با ما باشید البته نوارهای خوب و خاطرمان هم پیشکش شما میگردم 100% تماشا کنید و حلاوت ببرید حرکت میکنیم ما نو در تهران رسیدیم سربلند خانواد باشیم آمدیم ماشین اقالی و گرفتیم درجه گل دسته کتی زنش و خسرش در همین شهر زندگی میکردیم خسرش افغان بوده هم خیلی لهجه افغانی گپ میزند حلاوت میبرید با یک چیز دیگه رو بگم تون برادرای عزیز هر کجای میرید به سخنای ختون گپ زنید به لهجه ختون گپ زنید شیرین ترین سخن همین سخنه که آدم با گپ خودش گپ میزنه درست مقصد تقلید خواه ایرانی میکنی خواه افغانی میکنی همون البته که فارس زبانیم همون فارس زبانیم لهجه کنار هم قشنگه بله میگه که زبانی تاجیکی بدون لهجه هاش هیچ است یعنی زبانی فارسی بدون لهجه هاش هیچ است هر کس با زبان خودش صحبت کنه ما تماشا بینیم ما شنونده بشنویم ما حلاوت کنیم سربلند خانواد باشین البته که تماشا میکنیم منو ببینید ایران الو جان الو کافه می‌ریختن اینا فول کافئینه آره این دیگه الان میزنید تا شب بندری باید برسید بندری اینا میجدم میایی اینم خیلی کافی بیارن اینا بزن آقا نه که میاد کسا نشون تو میتونی برادر عارف آقا نوکرت اینا غیر مجاز کافئین بعد تو ماشین بخوری اکی عارف یکی از وزن بردارانی بله ایران است بله قهرمانان کشور افتخار ایران زمین از خون آریایی از نسل رستم رستمی داستان بزن بدن روشن شی رستمی داستان زنده باشه هزار احمد اکا جون مینادور آقا ما زودتر شروع کردیم شما بمونید اسپرسو بهش میگیر باور میکنی این شکلات قدیم خوبه هم خیلی تا خیلی دبل اسپرسو مرد افکنه باور میکنی نمیز چه هم تلخ چه نمیخواد تلخی هست که شکلات قدیم خوبه هنوز تلخکی مونده اینو بس ما شکلات قدیم میخوردیم نه گاب نیست اکا زنده باشه گاب نیست واقعا فول کافئینه تا شب بیداری تا 3-4 صبح بیداری انرژی فول انرژی میتن خان داولنی پاولینو بلند پاس اینجا تمام کافئین داره مورفین نداره علی جان امروز جان دل یا جوی گرفته کی نه خطات داشتم دو ارزشش هزار برابر بیشتر از ایناست بریم ماشین جلوتر بزنیم من اینجا خوبه بقیه‌شو پیاده بریم از باغ و گل لذت ببریم زنده باشه هزار رحمت با همراه دوستش عارف برادرمون عارف خطیب گرفتن اینجا این شب همینجا را روز میکنم که مهمانخانه ده مهمانخانه هتل دیگه سکشنکا رو در مهمانخانه جای خوب دوستی ما دوستی وزن برداریم السلام علیکم خوب هستی برای خوش دوست عزیزی ما عارف بای او بچه ای همون گوشت خسره گوشت پانه زد و ریز کرد از صبح منتظر اونو برس خسرش این هم ریزه بیا اکای عارف بیا زنده باش
من تو کنار عارف بگیرم. عارف جان یه کنار هم بسید. ماشاءالله. بله قوی ترین مرد ایران، افتخار ایران. زنده باشی. بفرمایید. اینجا در اختیاری ما دادن این شباش ده گفتن اینجا در اختیاری شما اینجا همه در اختیاری ما این شب بیا اکای اوریف بیو بسیار خوش آمدید شما. زنده باش سربلند بازی میکن آمدیم با آقای علی و عارف جان میگه که دو تا محافظ داری به حضور تماشا کن ببین با خیال راحت یک ایران محافظت در ایران گردش کن. یک کشور خودت نیاز محافظ نداری اما ما هستیم. ما خدمت گزار شما و مردم تاجیکستان هستیم. سربلند خاناباد باشه دارم داره خیال کردم که در تاجیکستان منم گشته هستم نکم جاهای نو تاجیکستان یک جای نوشه بود یکی از همین دل جگر خدمت خونی خدمت اینا ایران زمین یا نویروی رستمی داستان هم همش هر دوستی که دم دوست داری آمده همی دوستا من گفت که یک جا مراجنی خری چون میگم تو خم که جا بریم مکان اینجا دا اومدم این همه خودم اینجا دا میان نشینم مراجنی میخرم برای مراجنی فقط این را مقصد که بسته میشد برای مراجنی اینم رقم یک دارم اینجا این همه کمپیرک ها خوده ایست اینجا دا اینجا دا اینجا در این مکان اینجا فقط مراجنی بوده برای مراجنی این همه خود است این خیلی اینو با هم گرفته بده این خیلی بدای مراجنی این یک چی میگفتن اینجا مراجنی کن؟ این معجون مردون است. میخوری پرچم اسلامو در سرزمین کفر رو میبری. ها اومدن اینجا خیلی شلوغه میریم تو ماشین با خیال راحت بخوریم. با غیرت تاجیک مردمان شریف زنده باش برادران عزیز آمدیم همون مهمانخونه که اگه گرفتیم مهمانخونه با اینجا دارم تمام تجهیزاتش هست. زنده و سربلند باش برادرم. خیلی خوش آمدی برادر. سربلند باش. زنده باد تاجیکستان، زنده باد دوستان عزیز. زنده و سربلند باش. ما دوستان شما و کشور عزیزت هستیم برادر. زنده باش خیلی خوش آمدی. یک چیز متوجه شدم برادر ما ایران من تاجیکستان و در اینجا یک برادر دیگر دیدم این از خود افغانستان. زنده باش کابل. همه ما زنده باشیم کلی زنده باش. زنده باد اسلام عرض زنده باد از خود افغانستان. چقدر که ما این طرفای دولت عروس میریم اینجا از افغانستان بسیار بوده مثلا که همین جایی مهمانخانه و جای وجده و افغانا تمام فارس زبانا در اینجا متحدن میای یک جای کسی که آریایی هم بوی آریایی رو حس میکنی در اینجا. زنده باش.